أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. اذا زلزلت الارض زلزالها، وقتی که زمین به آن جنبش خودش جنبانیده شود. و اخرجت الارض اثقالها، و زمین بارهای خودش را بیرون آورد. و قال الانسان ما لها، و انسان گوید زمین را چه حالت است. یومئذ تحدث اخبارها، در آن روز زمین خبرهای خود را بیان کند. بأن ربک اوحی لها، به سبب آن که پروردگار تو به زمین حکم فرستاده است. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، آن روز مردمان گروه گروه بازگردند تا به آنها جزای اعمالشان نموده شود. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، پس هر کی همسنگ یک ذره عملی نیک کرده باشد آن را ببیند. و من یعمل مثقال ذره شر یره، و هر کی همسنگ یک ذره عملی بد کرده باشد آن را ببیند. امروز این حادثه ها را میبینیم، با چشم خود میبینیم، با گوشیمون میشنویم، اما بجای آنه که در حقشان دعای خیر کنیم، بله افسوس ما چیکار کرده هستیم؟ باز من بعد بالای این گونه مصیبت هایی که امروز به سر ترکیه آمده است، ما میگیم که دولت خدازده بود، دولتی بود که از شرم و حیای اسلامی وحشه دور بود. خداوند خار و ذلیلشان کند. این سخنها را در کامنتاری ها میخونیم، میشنویم، میبینیم. ای انسان هایی که وقتی این جمله ها را مینویسید، یک بار تصور کنید اگر همین مصیبت بالای ما آید، آنها نیز حقی دشنام کردن را دارند. ولی ما وقتی مصیبت بالای یک دولت می آید، باز تیم بالای که دولت ترکیه دولت اسلامی هست، دولت مسلمان ها هستند، ما حق تحقیر نداریم. ما حق دعا داریم که دعا کنیم پروردگارا این مصیبت را از بالای ترکیه دور کن و از این مصیبت بالای دولت خود باید پناه بداریم که شاید روز این مصیبت بالای سر ما می آید. البته باید ما انتظار دعاهای دیگرها می شویم. برای همین دوستان عزیز، این جمله هایی که شما در کامنتاری ها می نویسید، نعوذ بالله، میگه هر 7 سخنی بعد و مانند یک حقارتی هست که در اسلام حقارت دشنام کردن این گناه است. برای همین ما حق دشنام نداریم، حق تحقیر نداریم. ما حق داریم که دعا کنیم پروردگارا این مصیبت را از بالای دولت ترکیه دور کن و چنین مصیبت را بالای سر ما نیار، بالای سر دولت ما نیار. ما امروز این دعا را کنیم. اما افسوس بعضی ها هست باز حقارت و دشنام را از کجا یاد گرفتن. حق دشنام کردن، حق حقارت کردن این وظیفه ما نیست. او صدای گریه مادران، او صدای گریه پدران، او انسان ها کودکانی که از پدر و مادر خود جدا شدند،